remnants of Gotham, I have messages for you all. دکتر جاناتان کرین ملقب به اسکرکرو با نشان دادن نتایج فاجعه آمیز آزمایش کوچکش در یک رستوران به مردم گاتهام آنها را وادار به ترک شهر می کند تا بار دیگر گاتهام جولانگاه جنایتکاران بزرگ این شهر شود. پنگوئن، تو فیس، فایرفلای و دیگر جنایتکاران هر کدام گوشه ای از کنترل شهر را در دست گرفتند و پلیس گاتهام نیز به ریاست جیم گوردون عقب نشینی کرده و در مرکز GCPD مجبور به استقرار شدند. تنها امید شهر به فرشته نگهبان گاتهام بتمن است و این دقیقاً چیزی است که اسکرکراو و همدستش آرکام نایت روی آن حساب می‌کنند. کرین به دنبال خرد کردن بتمن و نابودی نام اوست، ولی آرکام نایت به دنبال کشتن او. اینکه انگیزه آرکام نایت چیست باید تا انتهای بازی صبر کنید تا با سورپرایز بزرگ بازی مواجه شوید. هرچند انگیزه و هویت آرکام نایت از اواسط بازی قابل حدس است، ولی لطمه‌ای به تجربه بازی نمی‌زند. Welcome one and all to Joker's main event. Tonight's special act, the magnificent deaths of the King. تم کلی این شماره ترس است. راکستدی نیز به خوبی این ترس را در قالب داستانی نفسگیر و پرپیچ و خم و مملو از سورپرایزهای داستانی روایت می‌کند. جالب اینجاست که در طول بازی قسمت‌های تکان دهنده‌ای وجود دارد که واقعاً در حد یک بازی هارور شما را خواهد ترساند. دشمنان کلاسیک بتمن مانند تو فیس یا پنگوئن تقریباً حکم سیاهی لشکر را دارند. گویی حضورشان تنها برای پر کردن مأموریت‌های فریب بازی است و آنطور که باید و شاید به آنها پرداخته نشده است. با این وجود باز هم حضورشان بهتر از عدم حضورشان است. I'm gonna put you all away. Not funny. Robin, RPG. راکستدی قول داده بود بهترین و بزرگترین گاتهامی که تاکنون ساخته شده را به تصویر بکشد. باید گفت که این استودیوی انگلیسی نمره‌ای بیشتر از نمره قبولی در این بخش دریافت کرده است. گاتهام به کمک قدرت کنسول‌های نسل هشتم به بزرگترین و پرجزئیات‌ترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده و در هر گوشه‌اش چیزی انتظار شما را می‌کشد. به جرئت میتوان گفت آسمان بارانی گاتهام یکی از زیباترین و در عین حال مخوفترین نمونه‌های به تصویر کشیده شده در هر مدیومی در دنیای بتمن است. از طرفی این محیط بزرگ به هیچ وجه دکوری نیست. کافی است به صورت انتخابی از بالای یک برج با چشمانی بسته به هر سمتی که دوست داشتید پرواز کنید. وقتی به زمین رسیدید مطمئن باشید در شعاع 100 متری خود حداقل یک مأموریت جانبی، آیتم، دسته های خلافکاران یا حتی آیتم قابل تخریب پیدا خواهد شد. نکته قابل توجه اینجاست که این محیط بزرگ و پرجزئیات در حالی بدون هیچ گونه لویدینگ قابل دسترس است که لویدینگ ابتدایی بازی هم زیاد طولانی نیست. راکستدی اگر همون سیستم مبارزات آرکام سیتی را عیناً در آرکام نایت کپی میکرد هم جای گله‌ای وجود نداشت، اما با این حال شاهد اضافه شدن چندین قابلیت جدید به لیست قابلیت‌های بتمن هستیم. مهمترین آنها قابلیت فیر تیک داون است که به وسیله آن می توانید همزمان تا سقف 5 نفر را در یک سری کمبوی زنجیری از پا درآورید. این قابلیت که مخصوصاً برای غافلگیری دشمن بسیار کاربرد دارد، یکی از پر استفاده ترین قابلیت‌های بتمن در طول بازی است. از دیگر موارد اضافه شده به قابلیت‌های مبارزاتی بتمن می‌توان به استفاده بیشتر از محیط به عنوان سلاح اشاره کرد که خصوصاً در درگیری‌های پرتعداد کاربرد دارد. تسهیل در استفاده و گستردگی بیشتر گجت‌ها در مبارزات هم از مواردی است که به هرچه بیشتر شناور شدن مبارزات و امکان دستیابی به رشته کمبوهای طولانی‌تر کمک کرده است. همچنین امکان همکاری با دیگر شخصیت‌های همراه بتمن مانند کت وومن، نایت وینگ و رابین از دیگر موارد قابل ذکر میباشند. اما از طرف دیگر شاهد هستیم که عوامل مختل کننده رشته کمبوها هم به نسبت قبل افزایش یافته است.
این بار علاوه بر اینکه دشمنان قابلیت پرتاب اشیاء محیط به سمت شما را دارند، امکان حمله ور شدن به سمت بتمن هم به قابلیت‌هایشان اضافه شده است. در کنار حضور دشمنانی در کلاس مدیک که قابلیت احیای دشمنان از پا درآمده در کنار افزایش قابلیت‌های آنان را دارند، به هر چه سخت و پیچیده‌تر شدن مبارزات بازی کمک کرده است. همین امور باعث شده است دستیابی به کمپوهای پرتعداد کمی سخت‌تر از قبل باشد. شاید چند سال پیش و با معرفی انریال انجین 4 همگان به این نتیجه رسیده باشند که موتور نسل قبلی اپیک دیگر از رده خارج شده و جای خود را باید به برادر کوچکتر خود بدهد. اما راکستدی با آرکام نایت چیز دیگری را به ما نشان داد. آرکام نایت چه از نظر تکنیکی و چه از نظر هنری فراتر از انتظارها عمل کرده است. مدل سازی کاراکترها به خصوص مدل سازی بتمن، بتسوئیت و بتموبیل فوق‌العاده کار شده است. نورپردازی حجمدار که در سرتاسر محیط بازی برقرار است، نور تابلوهای تبلیغاتی، فیزیک عالی شنل بتمن و قطرات ریز باران روی آن همگی زیبایی دوچندانی به بتسوئیت داده است. بافت‌های به کار رفته در مدل بتمن و کاراکترهای اصلی به هیچ وجه آن ایراد همیشگی مدل‌های ساخته شده با انریال انجین را ندارد، ولی این امر در سایر شخصیت‌ها خصوصاً سربازان عادی به خوبی قابل رؤیت می‌باشد. قطعات موسیقی شنیده شده در بازی کاملا با جو آن همخوانی دارد. حتی در بعضی اوقات شباهت‌هایی به موسیقی جاودانه هانس زیمر نیز دارد که نکته مثبت محسوب می‌شود. صداگذاری بتموبیل از صدای موتور گرفته تا صدای لاستیک هنگام دریفت منجر به جذابیت هرچی بیشتر این ابرماشین دوست داشتنی شده است. در کنار اینها استفاده از دوبلورهای قوی برای شخصیت‌های بازی وجود دارد. از خود کوین کانروی صداپیشه مشهور بتمن گرفته تا جان نوبل در نقش اسکیرکرو که یکی از بیادماندنی‌ترین آثار خود در قالب صداپیشگی را به جا گذاشته است. همینطور جاناتان بانکس صداپیشه جیمز گوردون و اشلی گرین صداپیشه باربارا گوردون همگی مجموعه قابل تحسین را رقم زدند. Batman, that had better be you, and you had better Keep still. Are you okay? Perfect. What little girl doesn't dream of being bait for her strapping Dark Knight? We're leaving. You might be, but I'm not. Ah, both contestants are finally here. Tonight, folks, we've got riddles galore. But first, let me introduce my beautiful assistants. I'm growing tired of my dependence upon the least useless dregs I can scrape from Gotham's utterly uninspired underbelly. Why rely on others for help when you can design, program, engineer, and manufacture it yourself? آخرین شماره از سگانه بتمن آرکام پکیجی کامل و پرمحتوا نه تنها برای تمام دوستداران شوالیه تاریکی است، بلکه عنوانی است که تمامی دوستداران بازی‌های رایانه‌ای ملزم به تجربه آن هستند. آرکام نایت از نظر کیفیت نقطه اوج کار راکستدی در این سگانه است، اما تصمیمات نچندان درست وارنر باعث شده است همه نتوانند از این پکیج به صورت تمام و کمال بهره برند. هرچند به احتمال زیاد بخش‌های اضافی بازی که تنها به صورت پیش خرید آن هم بعضاً از فروشگاهی خاص قابل بازی بود، بعداً به صورت DLC یا در پک گیم آف دیر در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. پس وقت را بیش از این تلف نکرده و با آخرین ماجراجویی بتمن در گاتهام پرونده این سری را نزد خود ببندید و منتظر سورپرایزهای ویژه‌ای نیز باشید. Follow